این جوانان افغان به جای برگشتند که از ترس ناامنی از آنجا گریخته بودند به وطنشان به افغانستان. مقامات آلمان این گروه را آخر ماه دکبر به کابل بازپس فرستادند. یکی از آنها بعد 7 سال زندگی در آلمان اخراج شد. به خاطر اروپا بسیار چیز از دست دادم، مگر مجبور بودم اونجا باشم. هیچ کس وطن خود مثلا دوست نداره. من دوست از من هیچ کس زیادتر دوست نداره. مگرم اجازه حال ما چی کنم اینجا با مجبور هستم یا طالب بری یا داعش بری. اخراج پناهجویان و مهاجران افغان با موافقت حکومت‌های آلمان و افغانستان صورت می‌گیرد. بر اساس سازشنامه دو طرف هزاران مهاجر افغان باید به کشورشان بازگردانده شوند. چنین عملکرد آلمان و کشورهای دیگر اتحاد اروپا را سازمان عفو بین الملل روز 5 اکتبر غیر قانونی نامید و خواست که اخراج افغانها را بس کنند. به گفته سازمان بازپس فرستادن مهاجران به ورطه مرگ انداختن آنهاست. هیچ گوشه خاک افغانستان برای افراد اخراج شده آرام نیست. برای همین ما می‌خواهیم تا زمان امن‌تر شدن کشور اخراج را موقتاً قطع کنند. انا شی یکی از مؤلفان گزارش بازپس فرستادن به جای خطرناکی برای تهیه گزارش به کابل رفته است، گفت افرادی را دیده است که بعد بازگشت در حمله ها مجروح شدند. من در کابل آدمانی ترسیده را دیدم که در هیچ جای دیگر ندیدم. آنها از حمله های تروریستی می ترسند یا در این حمله ها مجروح شدند. سازمان عفو بین الملل میگوید در افغانستان قتل و شکنجه، طمع‌جویی و نقض حقوق بنیادی انسان بسیار زیاد است و 20 گروه تروریستی در آنجا عمل میکنند. به قول سازمان سال 2016 هم از اروپا بیش از 9400 افغان را به وطنشان بازپس فرستادند که 6000 نفر بیشتر از سال 2015 هم است. با وجود آنکه امریکا و شریکانش در اروپا طالبان را سال 2001 در افغانستان سرنگون کردند، اما این گروه همچنان حمله و بمبگذاری ها را ادامه می‌دهد. امنیت در پایتخت این کشور شهر کابل نیز همچنان ضعیف است.